خوراکم تیار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. بیاین بیا بچه‌ها شما اومدید. بیا رفتیم. بیا. بله من گفتم. یک دفعه من با شما زنگ میزنم. کیسونا بیا این بعد امیر گفتم کجا باشه شما. بیا امیر بله گوشتا. ولی خفاش معلومه شما شما کتاگی کنم بگردم. قطید میریم یک رستوران میشینه میخریم یک بار فکر نمیکنه که هست آدمایی که با نیم تاینون زورن. در یک اسیسا میریم دم میگیریم نمیدونه که هست آدمایی که دولت‌های ربی که خانه و در ندارن. در Потом после этого сауну я заказал. Да. Все, целую. انا برادران عزیز این اپای فاطمه حاجی بیبی مهمان حاجی اینا بهترین این اپا این رحیم پروداکشن. بسیاری از فردها شکایت از گریباک پا میکنند مخصوص از ناخن‌های پوچه و این خاطر ما مز را برای آنها توصیه میدهیم. مز نیل از فیرمای هندوستان میباشد و بعضی از فردها شکایت از گریباک دست میکنند و آن نفرها توصیه میدهیم بسمه و این چنین قرار دارد در مغازه زیارت و برای مادرهایی که بعد از تولید در رویهایشان هر گونه داغ‌ها میبراید مز هست برای نیست کردن داغ‌ها و سفید کردن پوست و این چنین برای بیماری پوست یعنی پیسی ما بلزم امادیم را برای شما توصیه میدهیم که به نهایت بلزم خوب است و اینچنین در آخر باشد مزی روماتیسم برای استرخاندروز برای خون و گرفتگی برای بغم درد و پادرد بهترین بلزم شفا از جانب الله است. ان شاء الله که این بلزم شفا میبخشد. مغازه زیارت شو در خدمت شماست ای بندگان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. Раз, два, три رفتیم. انا خوراکم تیار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. بیاین بیا بچه‌ها شما آمدید. از دختر داشتم انا که دختر دارم بچه‌ها. خوش آمدید. نسبت جان بیا بچه‌ها. تمام سنیات. انا که شما چیسونا بیا این بعد امیر گفتم کجا باشه شما. بیا امیر بله گوشتا. ولی خفاش معلومه شما مویا فقط میکروفون نمیخطیم دوبل سنیات این رنجون هم میکروفون رنجون هم خریده است چیکو که ایستی اکابلو جان گفتی که زبان مادرم شکر ایان رنگ شکر این خیلی گفتی اگه کارمندان شکر تیار کنید مادر ما نخوام برام بگن هر شکر بگیره از اون عمل مادر این است که بسیار سخنان خوش دارد سخن بهترین مهمان نوازی دارد. سلامت باشید. خدا اون شب تخجو در حلقه فرزندان در حلقه نیرو همخالی خاندان و شکوفان باشد. آمین. هر یک مادر تاجی یک مادر تاجی. این اکای فرخ جان خدمت کرده سید ماشاءالله. بیا رفتیم. بیا. بله من گفتم. یک دفعه من با شما زنگ میزنم. وای الله چی کاری کرده گیا؟ این میدونید یک سنگ چقدر نرخش گران است. والله همه این اگر با سرم عزت نشد یک عمر در همینجا تو به پول کار میکردی. ابله. بخشش رئیس. اینکه دیگر دیگه آدمو آرزو میکنن که یک کس باید رئیس بگه یک کس باید شف بگه یک کس باید سردار بگه لیکن من حیرانم که با همه خدر بایگری با همه خدر ثروت شما نمیخواید که من شما رو رئیس بگم همین چیز خطا حیران کرده دو دارم. بله اکا جان. دودار جان تو میدونی که 6 ماه پیش زندگی ما چه خیلی بود؟ نه نمیدونم اکا جان. نمیدونی ها؟ تو میدونی که 6 ماه پیش
ما با نیم تای نون زور بدم پیش ای برادر رفتم پیش او برادر رفتم اکا جان پرابلم دارم لیک همه از من رو گردان امروز همه کسون برو معرف کننده ایمای همه بویگری من ایشون میتا در یک لحظه خداوند همه چیز نصیب ما کرد برای همه که ما پشمو کتگی کنم بگردم قطید میریم یک رستوران میشینه میخریم یک بار فکر نمیکنه که هست آدمایی که با نیم تای نون زورن در یک اسنیسا میریم دم میگیریم نمیدونه که هست آدمایی که دولت‌های ربی که خانه و در ندارن در تگ درخت‌ها زندگی کرده‌اند هست آدمایی که ما تنی سالم داریم ناشکری میکنیم آدمایی هستن که همه تنی سالم ندارن نیمی تنشون نیستن لیک شکر میکنن فرقی بین من و آنها در چیست Да, дорогая. Да. Светлана, послушай, короче, я уже созвонился, уже договорился на вечером. Да, сауна и там и караоке, и живая музыка, куда хочешь туда зайдем, потом после этого сауну я заказал. Да. Все, целую. انا برادران عزیز این اپای فاطمه حاجی بیبی مهمون حاجی اینا اکا عبدالله جان سلامت باشین انشالله زحمت‌های اکا زلفا موندیم بین فقط مهمون نواز بدای باور که همین زبان شکر میریزه اگر یگون کس مهمونی شود یا که در دکانش بیاید باور که میگه که 3000 دانه 10000 دانه میخرم بین فقط همین زبانش خشای افهمم بین فقط می نداریم اکا عبدالله جان انا برادران عزیز ثبت فیلمی مو اینا اکا عبدالله اما چه نگرفتین اکا اینه که الحمدلله مهمان نواز بود بیا مادرش کنم نه خورده کو نه نواز خورده بچه‌م شما را نیست این سرد بچه جون شما اینه بچه جون ما آبی زمزمی تازه اما کتلاهی مقدس بچه یا تازه نه شما را بهترین این بچه جون من یا همین خیلی یارم ما در اونجا چخل میپی اویش کده چخل معلوم است اویش که نگشت همون انا دوستان عزیز میناداری ما برای مادر عزیز که ما خونه میمون شدیم لیک ما را دستی خالی نموند بهترین آب زمزم حدیث مبارک است که میگه یک قطره آب زمزم اگر در بحر بیفته همه این کلی همون بحر آبش زمزم میشه و بگذار ما هم دعا میکنیم که همه مسلمان ها به خانه مثل مادر خانه خدا بروند همکاری جای مقدس است. این ما خیلی ها. این ما همه خیلی ها. این ما فاطمه بانو دا امروز 300 کرتاشی. از کجا مغازه میرا فرقی است. اولی میرا در تویشون اینوی مغازه صداوات اپای زلفیا با دکان روی بکنه. در کارا بفروشه. چی بود این مادر عزیز بگذار دعا میکنیم که اما وقت هم در روانتون خنده هوایدا باشن در حلقه نویرگان فرزندان حلقه گل شکوفان باشن در کسبتان برکت عطا بکنن در پول یافتگیتان برکت عطا بکنن در عمر جانتان در خاندانتان هم خیلی برکت خداوند عطا بکنن ربنا افتح بيننا وبين قومنا وبالحق انت خير الفاتحين برحمتك يا رب العالمين.